سلام، به رسانه مگمل خوش اومدید. امروز میخوایم بریم سراغ اختراعات بشر و 10 تا از مهمترین هاشو براتون لیست کردیم. بریم و دونه دونه باهاشون آشنا بشیم. شماره 10، اتومبیل. ماشینا به طور کامل روش سفر و همچنین طراحی شهری ما را تغییر دادن. از اون مهمتر به بشر یاد دادن که خط مونتاژ با جریان اصلی تولید هیچ فرقی نداره و این مفهوم برای اولین بار توی تاریخ بشریت برای همه جا افتاد. ماشینا برای اولین بار به شکل مدرن خودشون توی اواخر قرن 19 توسط یه سری از افراد اختراع شدن و یه اعتبار ویژه‌ای به کارل بنز آلمانی برای ساختن اولین اتومبیل کاربردی توی سال 1885 دادن. عکسی که الان دارید میبینید متعلق به کارل بنز، کسی که کت و شلوار روشن پوشیده و خانواده‌شه که با یکی از اولین ماشیناش که توی سال 1893 ساخته شده سفر کرده. این ماشین با یه سیلندر کار میکرد و 3 اسب بخار قدرت تولید میکرد. شماره 9، چرخ. بین النهرینیا چرخ رو توی حدود 3500 سال قبل میلاد مسیح اختراع کردن تا بتونن از اون توی ساخت سفال استفاده کنن. ساخت سفال هم باعث شد تا اولین تمدن بشری توی بین النهرین شکل بگیره. اما این آخر ماجرا نیست. حدوداً 300 سال بعد همون بین النهرینیا چرخ رو روی عرابه گذاشتن و بعد از اون دیگه ماجرا رو میدونید. از اهمیت چرخ‌ها توی زندگی روزمره‌مون هم دیگه نگم براتون. بدون شک اگه چرخ اختراع نمیشد، نه کارل بنزی به وجود می اومد تا ماشین رو اختراع کنه، نه هواپیمایی ساخته میشد و نه پیشرفتایی که به وسیله این دوتا رقم خورده. شماره 8، قطب نما. اولین قطب نماها بین 200 تا 300 سال قبل از میلاد توی چین و از سنگ لودستون ساخته شدن. قطب نما مهمترین وسیله برای اکتشافات بشری بوده. خیلی از پدیده‌های امروزی که برای ما عادی جلوه می‌کنن به وسیله همین قطب نما کشف شدن. قطب نماها باعث شدن تا کشورها و نژادهای مختلف بتونن با همدیگه آشنا بشن، با هم مراوده کنن و یا حتی با همدیگه بجنگن. علاوه بر همه اینا، قطب نماها به دانشمندای آینده کمک کردن تا نیروی مغناطیسی رو بهتر بتونن درک کنن. شماره 7، واکسن. شاید اهمیت و تأثیرش توی زندگی ما اونطور که باید ملموس نیست، ولی واکسن تنها دلیلیه که باعث شد جمعیت کره زمین در عرض 100 سال از 500 میلیون به 7 میلیارد نفر برسه. واکسن سبب شده تا خیلی از بیماری‌ها ریشه‌کن بشن و عمر انسان طولانی تر بشه. اولین واکسن توسط ادوارد جنر توی سال 1796 برای ریشه‌کنی بیماری آبله ساخته شد. بعد از اون لویی پاستور، شیمیدان و زیستشناس فرانسوی توی سال 1885 با اختراع واکسن هاری، واکسیناسیون رو به عمده ترین بخش علم پزشکی تبدیل کرد. شماره 6، کامپیوترهای شخصی. کامپیوترهای شخصی که توی دهه 70 میلادی اختراع شدن، قابلیت‌های فردی یه انسان رو تا حد زیادی گسترش دادن. این اختراع بشر رو از مهد کودک تا خونه سالمندان درگیر خودش کرده و به اونا کمک میکنه تا بتونن بهتر زندگی کنن. مهمترین کاری که کامپیوترها برای شما انجام میدن اینه که توی عمر شما صرفه جویی میکنن. اونا کاری میکنن که بتونین توی زمان کم چیزایی رو یاد بگیرید که مردم گذشته باید یه عمر صرف یادگیریشون میکردن. کامپیوترها ارتباطات رو راحت تر کردن، به تحقیقات سرعت بخشیدن و از همه مهمتر خطاهای محاسباتیمون رو به حد اقل رسوندن. شماره 5، دستگاه چاپ. این دستگاه که توی سال 1439 توسط یوهانس گوتنبرگ آلمانی اختراع شد، از همه جهات پایه و اساس عصر مدرن ما را تأسیس کرد. دستگاه چاپ باعث شد انقلاب بزرگی توی گسترش دانش و دین اتفاق بیفته، چون قبل از اون کتابا دست نوشته بودن و عموماً به دست راهبای کلیسا تکثیر می شدن که بعضاً باعث تعریف نوشته ها می شد.
دستگاه‌های چاپ باعث شدن تا هزینه کتابا به شدت پایین بیاد و همه بتونن کتاب بخرن. این اتفاق باعث شد تا تحصیل و علم مربوط به یک قشر خاص نباشه. شماره 4. هواپیما. چهارمین اختراع بزرگ بشر توی سال 1903 توسط برادران رایت توی آمریکا اختراع شد. هواپیما به ما اجازه داد تا فاصله‌های طولانی و با سرعت زیادی سفر کنیم. این فناوری باعث شد تبادلات فرهنگی شکل بگیره، جهانگردا بیشتر بشن و از همه مهمتر ذهن‌ها گسترش پیدا کنن. اما از یه طرفی هم دامنه جنگا رو گسترش دادن، ویرانی‌ها رو بیشتر کردن و جنگیدن رو برای کشورها راحت‌تر کردن. اما با این وجود همه ما هواپیما رو یه اختراع بزرگ بشری میدونیم که به پیشرفت انسان کمک کرده و آدما رو به هم نزدیکتر کرده. شماره 3. تلفن. مخترع سومین اختراع بزرگ تاریخ بشر رو هم حتما میشناسید. الکساندر گراهام بل اسکاتلندی یا به قول انگلیسی‌ها بریتانیایی برای اولین بار توی سال 1876 حق ثبت اختراع تلفن رو به دست آورد. اگرچه خیلی قبل از گراهام بل روی این نوع فناوری کار می‌کردن، اما در نهایت این الکساندر بود که تونست این اختراع رو به ثبت برسونه. تلفن کاری کرد که فاصله کیلومتری بینمون عملاً بی‌معنی بشه. کارهای اداری، بانکی و حتی امور سیاسی سریعتر شد. مردم میتونستن از فاصله‌های دور با همدیگه کار کنن و از همه مهمتر جمعیت آدمای تنها رو کمتر کرد. شماره 2. برق. استفاده از برقی فرآیندیه که تعداد زیادی از ذهنای باهوش طی چند هزار سال توی اون مشارکت داشتن و تاریخچش به مصر باستان برمیگرده. اختراع الکتریسیته به اسم توماس ادیسون ثبت شده، ولی قبل از اون نیکولای تسلا و حتی قبلتر بنجامین فرانکلین به این فناوری رسیده بودن. اما چیزی که ما ازش مطمئنیم اینه که توماس ادیسون با اختراع لامپ توی سال 1879 اولین کسی بود که تونست این انرژی رو کنترل کنه. از اهمیتی که برق توی زندگی ما داره هم همتون خبر دارید و به سختی میشه یه وسیله‌ای پیدا کرد که با برق کار نکنه. و حالا میرسیم به شماره 1. مهمترین اختراع تاریخ بشر، یعنی اینترنت. شبکه جهانی کامپیوترها توی سال 1960 توسعه پیدا کرد و توی سال 1990 شبکه جهانی وب توسط تیم برنرز انگلیسی به وجود اومد. این شبکه زندگی ما رو زیر و رو کرد، ارتباطاتمون رو تغییر داد، باعث پیشرفت تجارت و سرگرمیای ما شد. خیلی از مفاهیم و منطقی که قبلا داشتیم و باطل کرد و از همه مهمتر تصویر آینده رو برای ما واضح تر کرد.